بخیر. ببین هنوز لود نشدم چون خستم و هنوز هیچی نخوردم. این مریضیم تمومی نداره، یعنی صدام هنوز همون حالته، فقط گلو درد ندارم، یعنی همه چیش با هم هست، فقط گلو دردش با هم نیست. من به شدت حواس ماکارونی کردم، میخوام ماکارونی درست کنم، بلد نیستم، میخوام سرچ کنم، احتمالاً ببینم نواب ابراهیمی تو پیجش داره یا نه، یه ماکارونی درست کنم. تنها هم هستم تو خونه، گفتم از این فرصت استفاده کنم، حداقل هوس‌های خودم رو خودم پاسخگو باشم، جوابگو باشم، خودم ماکارونی درست کنم. یک عدد پیاز خورد میکنیم یا ابوالفضل. بسم الله. چه جنگ زده پس. وای اینه یا خدا، پس اونایی که تو جنگن چه غلطی میکنن واقعا با این. وای. خب دوستان، بعد از این شوکیه وارد شد، میریم سراغ ادامه آشپزی. برو خدا نگاه کن چی شد. اونجا نگاه، اینجا نگاه، نه اینجا. واسه همینه آشپزی نمی کنم من. های گرمه، خیلی سرپا بودم، خیلی دم گاز بودم، نشستم اینجا یکم باد بزنه بهم خونک بشم و چای من یخ کنم. حالم کو شد و پرنده عبارت. فقط اسباب بازی دختر خاله پسر خالم. بفرمایید ماکارونی شفته. تو خود تعارف نکن. آقا شفته شد. اشکال نداره، میدونم اشتباهش کجا بود. مواد انگار آب مواد زیاد ریختم، اما خوشمزه است. الان میخوام با ترشی بزنم. چیز خوشمزه ایه، خب اما شفته است دیگه. اشکال نداره. دارم شام میخورم ساعت 7 و ساعت 7 هم شام میخورم. بعدش احتمالاً گوشتم نیست چون نهارم دیر خوردم. فقط میدونی الانم گوشتم نیست، ولی میگم اگه الان چیز نخورم مثلا ساعت 10 اینا گوشتم میشه. دارم یک کوچولو فیده و سالاد میخورم. میگم اگه الان چیزی نخورم 2 ساعت دیگه گوشتم میشه، پس الان یه چیزی میخوریم، مثلا پروتئین و اینا میخوریم که دیگه بهونه‌ای نداشته باشیم واسه ادامه ندادن فستینگ. درود به دوستان عزیز، صبحتون بخیر. الان تقریبا مثلا من صبح نمیدونم کی داری ویدیو رو میبینی. قرار بود طی این ولاگ یه آدم اکتیو باشم، اما الان میخوام یک آدم میکاپی باشم و واسهتون گردی ویدمی بگیرم و بالاخره اگه بتونم موقع میکاپ حرف بزنم. این آبرسانه دوستان، یعنی تنها کاری که نه، یکی از کارهایی که اصلا بلد نیستم اینه که بیام آرایش یاد بدم، چون خودم هم دست و شکسته بلدم. من اومدم این ور، فکر می‌کنم این ور بهتره. عادتهایی که این هفته اضافه کردم به اینکه بخوام روتینشون بکنم، یکی این بود که فستینگ بگیرم. کل هفته رو بچه‌ها دانشگاهمون کنسل شد، تونستم فستینگ رو ادامه بدم و شکر مصنوعی نخورم. ببین
میتونم بگم یکی از بهترین تصمیمایی بود که تو این بره من گرفتم. اولی که به خاطر PCO حالا من خیلی پف دارم صورتم و اینا. اینی که داریم میبینین که پف داره و لب داره تازه درمان شده است. من خودم قرص میکنم و سعی میکنم غذامو رعایت بکنم. ولی این چیزی که خیلی رو بدن من تاثیر داره، من وقتی قند رو حذف میکنم کلا پوف بدنم میخوابه و سیر کاهش وزنم خیلی راحت‌تر و سریع‌تر انجام میشه. کلا که آدمایی که پالیسیک دارن خیلی سخت وزن کم میکنن، اما باید وزن کم کنن، یعنی هرچی بیشتر بهتر. و چیزی که دکتر بهم گفت راستش، و دکتر اینطوری بود که ببین تو باید کلا مدل زندگی کردن تغییر بکنه، یعنی باید تغذیه سالم بشه، فعالیت زیاد بشه، حتی استرست کم بشه، آرامشت بیشتر بشه. میدونی این قضیه میاد کل زندگی تو در بر میگیره. و آره این تصمیم که بیام چیز کنم، فستینگ رو انجام بدم همزمان باهاش، چیز خوبی بود. چرا جفتش انجام دادم؟ چون من جفتش قبلا امتحان کرده بودم و حتی با هم فکر کنم امتحان کرده بودم و خب چیزی نبود که اذیتم کنن و اوکی بودم باهاشون. پس ببین رژیم حذف قند و فستینگ واسه من چیز خوبی بود. در واقع نمیخوام اسم رژیم روش بگیرم چون من کلا دیگه از یه جای بعد رژیم هراسی دارم. بیشتر میخوام اینطوری کنم که اوکی این هفته چالش گذاشتم واسه خودم که اینطوری لایف استایلم این مدلی باشه و چیز خوبی بود. یعنی امتحان کردنش جواب خوبی برام پس داد و میتونم هفته 4 روز 5 روز اینو اضافه کنم به روتین زندگی. اما اگر یه روز یه شب مهمونی بودم یا چه می‌دونم یهو بستنی هوس کردم، اونم بتونم داشته باشم. چون ببین الان تو 20 سالته، دارم خودمو میگم، اگه بخوام یهو حذف کنم بعد به این فکر کنم که اوکی تو میخوای لایف استایل رو عوض کنی، میخوای کلا شکر نخوری، خیلی چیز عجیبی اگه نخوای تا آخر عمرت شکر بخوری. من شنیده بودم جنیفر لوپز انگار شکر نمیخوره کلا و حتی انگار شکر طبیعی هم نمیخوره و من نمیخوام کرم فود بزنم. بذار بزنم. کامل بگم پوستم به صورت عجیبی خوب شده و بعد از سالها و شما ندیدین که چطوری بوده، چون مثلا اعتماد به نفس ویدیو گرفتن نداشتم. یکی از قرصایی که واسه PCO بود من وقتی خوردمش شروع کردم لاغر شدن، چون میاد هورمونای بدنت رو تنظیم میکنه و اصلا یکی از علائمش پایین اومدن وزنه. و نمیدونم چون یکم دیگه تاثیر میذاشت قرصه میرسیدم به اون وزن دلخواه، ولی تا یه جا وزن کم کردم باهاش. با اینکه قرص لاغری نیست، قرص هورمونیه. من اگه بخوام فقط تو یه زمینه بهتون یه نصیحت بکنم اینه که اگر مثلا تو سن بلوغ نیستین و تو سن پریود نیستین و کلا در طول این پروسه اضافه وزن الکی دارین و هرچی تلاش میکنین وزنتون پایین نمیاد، پوستتون بی دلیل جوش میزنه و جای جوش هم میمونه و فلان، حتما اول برین به جای اینکه یه عالمه محصولات گرون بگیرین، کلینیک و تاچا و این چیزا رو بگیرین، تشریف ببرین دکتر زنان، آزمایش هورمونی بدین، سونوگرافی بدین، چک کنین. چون اصلا تأثیری که من دیدم و طول درمان کوتاهی که دیدم خیلی تعجب آور بود برام. امیدوارم قرصامو قطع میکنم، برنگردم دوباره به همون شرایط. من حس میکنم یک حدسه ها مثلا آدمایی که قند دارن اگه فستینگ بگیرن ممکنه که موقع خواب یا کلا اگه صبح زود بیدار شن و اینا قندشون میافته. واسه همین میگم اگه مثلا میخواین رژیمی بگیرین اولا که بدن خودتون رو بشناسین، بعدش هم که بدونین که هر رژیمی مناسب به بدن شما نیست. چون خیلی وارد نیستم تو کانترل کردن، کانترلم هم مایه است، میزنم به دستم بعد با براش برمیدارم میزنم به صورتم. پس هانی اول ببین که بدنت چه مدلیه، مشکلش رو بشناس، نقطه قوتش رو بشناس، بعد ببین که واقعا کدوم
لایف استایلی میتونه اذیتت نکنه، برات راحت باشه و در عین حال سالم باشه. و اینم بدون نه لایف استایل نوشوگر، نه فستینگ، نه بدون کربوهیدرات، هیچ کدوم مطلقاً پرفکت نیستن و ازشون هم نمیتونیم طبق معجزه داشته باشیم تو زندگیمون اگر چیزای دیگر رو مثلا درستش نکنیم. مثلا من فستینگ میگیرم، اوکی قندم کم میخورم و چون کربوهیدرات واسم خوب نیست زیاد، کربوهیدرات هم کم کردم، حذف نکردم. کربوهیدرات هم شد 1 وعده در روز، نه که هم نهار هم شام. جدا از این که وزنم اومد پایین، کلا اینکه تو یه کاری واسه خودت قرار میدی و اون کار رو انجام میدی و نتیجه میگیری خیلی لذت بخشه. یعنی هر کاری میتونه باشه، هر کاری میتونه باشه که تو بگی که اوکی من میخوام این کار رو انجام بدم، تو میری اون کار رو انجام میدی، واسش برنامه میریزی و واسش قدم برمیداری و نتیجه خوبی میده و درست میشه، انجام میشه و خیلی لذت بخشه، خیلی بهت میچسبه. این هایلایتر هم هایلایتر خوبیه هانی، الان بهت میگم چیه و رنگش به اکثر میکاپ ها میخوره. این مهمه که نری 100 تا هایلایتر بگیری. ای 321 بی اتماید. و در نهایت رژ لب، من کلا رژ لب نمیزنم، چیزی با عنوان رژ لب نمیزنم. یه دونه از اینا میزنم، یک لبلو و یه دونه از اینا که واسه شیلمه. آره واسه شیلمه. همین آماده شدم، الان من ویدیومو بگیرم بعد لباس بپوشم برم. آچه هم حال میده که ازش بگیره. بچه ها من تا 8 میتونم شام بخورم، ساعت 9 نخورم؟ نمیخورم واقعا، فستینگم. اومدیم مقصد اول، بچه های دیجی میخواستن، اصلا حواسمون نبود امشب این فیلم های کتی میشه ما رو بدوزن چون آمار لحظه به لحظه الان که میذارم. آنه جان مقصد اول بچه ها دیجی میخواستن ولی چون امشب شام غریبانه دیجی نداشتن، داریم میریم کافه بعدی که دیجی نداره. ولی پنجشنبه شب پای نیاییم. من یه نسته نفسمو شکوندم. برو حالشو ببر. من فستینگ بودم آنا یه هفته و نوشوگر. امروز دیگه چیت کردم، ساعت 9 اینا بود که اسموتی هم نبود، فقط توت فرنگی و یخ. اسموتی نه اون توت فرنگی چی؟ اسموتی نبود، استرابری فریز بود، فقط توت فرنگی و یخ. شکری هم نداشت ولی خیلی جذاب. ساعت 9 خوردم، اشکال نداره. یه شبه نه یه هفته رعایت کردم، یک شب چیت